سلام دوستای گلم، روزتون خوش. امروز یک شنبه تعطیل ما بود. بعد از اینکه نهار رو خونه دوستمون میل کردیم، زدیم بیرون، رفتیم بازار، چون که پسر جانمون چند تا وسیله ورزشی لازم داشت، مثل توپ، دستکش، لباس. علاقه خاصی به فوتبال داره. وسایلاشو براش تهیه کردیم. بعدم بردیم یه لامه‌جون مهمونش کردیم، چون این پسر ما به شدت عاشق خوراک‌های ترک هست، به شدت دیگه. بعد هم برگشتیم خونه و از اونجایی که امروز هوا خیلی گرد و غبار بود، تصمیم گرفتم تو خونه یه قهوه ترک خوشمزه درست کنم و با همسر جانمون بشینیم میل کنیم. و البته که من این قهوه جوش رو تازه گرفتم و خواستم امتحانش کنم با یه تیر دونشون. خلاصه قهوه‌مون رو درست کردیم، یه فیلم هم گذاشتیم، فیلم بی بدن. توصیه میکنم ببینید، فیلم قشنگیه. و قهوه‌مون رو کنار هم نوش جان کردیم.